درود، خوشحال به کانال خودتون. امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. امروز دادم ریاکشن برم به ترک جدید کچی بیت. و اگر این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بزن بریم. اوکی وای کاراگایده هنو جوینتامون تو پله اینه بانو هایده مثل بانو هایده جوینت هایده. اوکی کچی قوی شروع کرده. اوکی بریم اول. کاراگایده هنو جوینتامون تو پله اینه بانو هایده پره تو این پکا سفید فاز موبایدن واسه کش دندونامون تیزه فاز کانیه میگی برای کش دندونامون تیزه. اوکی و فیتش با سجاد شاهیه. گفتم بگم واسه کش دندونامون تیزه فاز کانیه میگی میخواین کلمو بزنیم بیان کلشو بزنیم فاز سنای فاز چی؟ یه سکو میگی میخواین کلمو بزنیم بیان کلشو بزنیم فاز سنایپر با چاقالا نایس باشیم میشن واسه شاخ. درست فکر کردم چه استری در اسنایپر فکر کردم. بعد من دوره گوش دادم مطمئن شدم اسنایپر. و اینکه ترک قویه، قوی اومده، کچی قوی اومده. اوکی بزنیم بیان کلشو بزنیم فاز سنایپر با چاقالا نایس باشیم میشن واسه شاخ. عجلو همشون موشن و پشت مایک تایسن با داشا کسچر بگیم رو بیت میشه سایفر ماخا میره رو هوا بی دلیل با یه لایتر. اوکی آروم کچی خیلی قوی شروع کردی. اوکی چر بگیم رو بیت میشه سایفر ماخا میره رو هوا بی دلیل با یه لایتر یا این بچا کرونا میزنیم فاز فایزر رپا رو خودم ساختم پب بهم بگو تایلر چقدر خنده داره گفت رپا رو خودم ساختم. یه بار دیگه فکر کنم گفت رپا رو خودم ساختم زنیم فاز فایزر رپا رو خودم ساختم پب بهم بگو تایلر. آره ادعا کرد رپ فارسی این ساخت. اوکی رپا رو خودم ساختم پب بهم بگو تایلر چقدر خنده داره اون فازاتون وایجر جز خدا هیچ کدومتونم باگ نی با ما کاکیم ولی لاپاتون اصلا کاک نی آبس چیه بابا آبی شاخشی میکویم زنیم و راگبی تو چاقی تو فازشو اوکی ترک بیتش خیلی خفنه. بیتش خفنه خدا وکیلی. بعد اینکه ترک هم گنگه همین که اینجوری باید ادعا کنه که اصلا من خفنم و اینا که خدا وکیلم قوی اومده تو این ترک. کچی کلا ترکش خیلی قویه. من کچی خوشم اصلا کاکنی آبس چیه بابا آبی شاخشی میکویم زنیم و راگبی تو چاقی تو فازشو داری چون نایسی مثل جنسشم اون قدم ناب نی حتی یوزرم نیستی تو جانکی بذار پلشو فکر کنن شاخی راستی حرف چاقال میگه بذار پلشتو فکر کنن تو شاخی هستن. اوکی تو نایسی مثل جنسشم اون قدم ناب نی حتی یوزرم نیستی تو جانکی بذار پلشو فکر کنن شاخی راستی حرف چاقالا اصلا حساب نی داشتی چی آبجی بابا لاشی داشتی چی تو اصلا آبجی. اوکی آب نیست تو رو با راستی حرف چاقالا اصلا حساب نی داشتی چی آبجی بابا لاشی فاز جاب نیست تو رو با ساکی میزنم ساید دیش بری پایین چاو و گاز چی موزیکا گاده آرزوها خاطراته میگه موزیکام گاده آرزوام خاطراتم آرزوته. اوکی آرزوها خاطراته دارم میام مثل او بچه پراست بدم آپرکاته موزیکامون گاده آرزوها خاطراته. من کورس اگه فکر میکنم باید کورس باشه. آرزوها خاطراته دارم میام مثل او بچه پراست بدم آپرکاته الان توی ترون برندیمو اسمم ترکی سجاد شاهی اومد. اوکی الان یه لحظه گفت شاهی همون پشت بعد یو سجاد اومد تو. توی
توی ترون برندیمو اسمم ترکیده کل ایران انقدی داشت بهم میچسبن دیگه اهداف ترپی تا یه میلف بلون زدم کپی برندی لاو اوکی میچسبن دیگه اهداف ترپی تا یه میلف بلون زدم کپی برندی لاو میگم باهوشی تو ژنتیکمه میگم باهوشی من تو ژنتیکمه باهوشی اوکی میگم باهوشی تو ژنتیکمه ببین آخرش هم نمیفنه میگه آخرش نمیفنه اوکی سجاده من اولین ترکی که داشتم میشنم این قویه سجادم قویه خوش آمد ببین آخرش هم نمیفنه فابریکت بنفیتمه حرفام راسته همش اینه کیمه خلاصه زندگیم شده پر تلاطم شما چاقالی ندارین تفاهم دوست دارم پنامو خشی گلو پیچید منم کلامو با من بد بشی هم میدی یه کچی گلو پیچید من کلامو فکر کنم کلامو تلاطم شما چاقالی ندارین تفاهم دوست دارم پنامو خشی گلو پیچید منم کلامو با من بد بشی هم آره گفت کلام تقاسو داداش صدام داره میشه فراسو تشک پیرامید تو هر برآورد کسر در اومد یهو در آورد کارا مقدس عین انجیل داشت رفتم برنزه خودم سفید بام میگه بریز شاد جنده ATM انگار رسید داد من چاقوم در میاد تو صدا جیغ خودم مگا منم ترک نگاهی که جیگر سیخیه گوش کیلویی میکارم رو کلت کاردم و انگار سیده یهو خون میپاچه این فواره همش کف میکنم میدم کفاره شایی اوکی یه لحظه فصل اسم ترک رو یادم رفت بهتون استرک هایده است اوکی بعد اول ویدیو میگفتن که یادم رفت که بگم زیاد خودم رو مواد شایی یه دونه از توی سیاره اوکی خبر آماده است که برن تو رتا سریع دفت میشی معلوم نیست صورت ها موزیکا گاده آرزوات خاطراته دارم میام مثل او چپ و راست بدم آپرکاته تو دوتاش من خیلی گندم ادعا کرده اوکی موزیکامون گاده آرزوات خاطراته دارم میام مثل او چپ و راست بدم آپرکاته کاته خب اینم از این موزیک یه لحظه بریم یه برمیگردم ما قراره تو هر ریاکشنی که میریم 5-6 تا کامنتار هم بخونیم الان چند تا برترینا رو میخونیم بهترینا رو بعد چند تا از جدیدترینا رو میخونیم یکی نوشته فرشاد چه عشقی کنه 137 تا لایک گرفته فکر کنم فول لایف منظورشه دیگه اون ریاکشن کاره چون میاد میرقصه تو موزیکاش دیگه یعنی به ریاکشنش خیلی میرقصه فکر کنم اونو میگه یکی نوشته تاثیرات شایی رو خشی رو میشه حس کرد اوکی 57 تا لایک یکی نوشته شایی 12 تا لایک گرفته اوکی سجاد شایی هم خیلی چیز داره فهم داره من نمیشناختمش به شخصه یکی نوشته کچی بعد این علامتایی که سر داره میتر که اونو گوشه که 7 تا لایک گوشه بریم چند تا جدیدتریناش هم بخونیم یکی نوشته دارم میام مثل او اوکی یکی نوشته نایس بذار میتونم یه هیت گیر بیارم چون هیتی که درست باشه نه چرت و پرت باشه یه هیت درست گیر میتونم بیارم نه همون یه دوتا دیگه اون بهتریناش بیخونم چون نبود یکی نوشته بنازم کچی اثر هنری داره ناموسن اوکی یکی هم نوشته ترکیب و نگاه بوم اوکی اینم از این ریاکشن اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه آیدی اینستاگرام هم میادین پایین اگر دوست داشتید فالو کنید خیلی عشقید و اینکه اگر دوست دارید از رپر یا هر خواننده یا هر دوست براتون ریاکشن برم تو کامنت برام بنویسید من حتما براتون ریاکشن میدم و اگر یه جای ویدیو خوشتون نیومد حتما تو کامنت بهم بگید سعی میکنم بهترش کنم یا اصلا کلا بهترش کنم اگه دیدم درست بود نقدتون و اگر اینکه این ویدیو خوشتون اومد چه و اگر اینکه گفتم دوره ولی بگم اگر اینکه این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه
خیلی عشقی. و اینکه هی دارم مگه اینکه نگم هی یادم میره که نباید بگم تعریف کنم 30 بار فقط این تش گفت ولش کن. سینا سایی یه ترک داده، صادق یه ترک داده، به این دوتا توی این هفته حتما یه ریاکشن میره و همین دیگه. تا ویدیو بعد